خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل جدید. چطورید بچه ها؟ خوش اومدید ببینید دیگه. من کیان مونا هستم و اینجا چنل جدیدمه. اولین ویدیوی چنل کیمدی KO. خیلی خوش اومدید. توی این چنل فقط آنباکس کیمدی نمیره، چالش های خفن کیمدی، چمپس، نمیدونم سری های دیگه، کارت های پک اوپنینگ اینا. و خوش اومدید به اولین ویدیو. خیلی خوش اومدید. که توی اون چنل کیمدی جواب نمیده، اومدیم چنل جدید زدیم. بله چنل جدید زدیم. من کیمدی دوست دارم. امروز بریم کداشون هم براتون میذارم، برید اشغال کنید. اصلا عالی. اومدیم با اولین ویدیو با آنباکس 3 تا بسته چمپس با 2 تا بسته دی بروینه، یه دونه هم سادیو مانه. خیلی خوش اومدید. کدای این ویدیو هم براتون میذارم، عشق کنید. برید چنل اصلی. آخرین ویدیوی کیمدی رو اونجا گذاشتیم، کداشون هم بازم گذاشتم براتون اینجا. امیدوارم که عشق کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. هر چه زودتر حمایت کنید زودتر هم ویدیو رو میبینید. بریم سراغ اولین آنباکس کیمدی. لیتس گو. خب بچه‌ها شروع میکنیم با بسته کوین دی بروینه. بریم سراغ آنباکسش. یه ذره دستای چمپس بد باز میشه که بد باز نشد. سیگنیچر اینتر میامی. واقعا نگاه میکنم، به خدا نگاه میکنم. خب برچسب امضای نمیدونم چیه، فکر نمیدونم، برچسب سرمربی آرسنال و کارت آنباکس پشمام، امضای لئو مسی. اولین آنباکس چنل چی کرد؟ کارت لئو مسی با آورال 98. پشمام. اولین آنباکس چه کردیم؟ پشمام. حال کنید. لایکو بزن. خیلی خوب بود. اول اینو میذارم اینجا چون خیلی خفنه. من اینو میذارمش اینجا چون خیلی خفن ترین کارت از مسی. البته بریم سراغ بسته بعدی با کوین دی بروینه. واقعا راستی شروع چنل چقدر خوب بود. تو نمیخوای لایک کنی؟ بریم سراغ بسته دوم. این چیه؟ ادوانس خیلی رو خدمته. ادوانس از رئال مادرید. خب این راهنمای بازی که چی؟ برچسب امضای سرمربی تاتنهام پوسفاسیپس، نمیدونم چی اسمش، خیلی تلفظش سخته. و کارت برپالسری. بچه من کسایی که بلد نیستم میگم نمیدونم، من این داداشمون من نمیشناسم. از کشور برزیل، ادوانس رئال، بازیکن سابق رئال مادرید با اوورال 89. عالی اصلا. بریم سراغ آخرین بسته. اولین پارت 3 تا بسته باز کردیم. ویدیوی بعدی 6 تا باز میکنیم اگر دوست داشته باشید. تو با بسته سادیو مانه. امیدوارم کارت ادوانس نداد. فکر کنم کارت کوچه. آره کارت کوچ. این که چی هستن؟ کارت میگم کارت ادوانس، برچسب ادوانس این داداشمون. و بله کارت کوچ توماس توخل عزیز با سرمربی بایر مونیخ. فکر کنم الان رفته، نمیدونم. و آره دیگه، مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. هر چه زودتر حمایت کنید زودتر ویدیو رو میبینید. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.